1,700,000 نسخه. بزرگترین نشر شاهنامه ابوالقاسم فردوسی در بیش از 1000 سال موجودیتش که در تاجیکستان صورت گرفت. اکنون این تعداد کتاب شهر به شهر و روستا به روستای تاجیکستان به هر خانواده رایگان هدیه می شود. اینجا مراسم تقسیم دو جلده شاهنامه در ناحیه فیض‌آباد است. یعنی که امروز در حجم 16562 جفت علاقه وارد گردید از طرف نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و ما مسئولین ناحیه فیض‌آباد آن را قبول کردیم و طبق امر رئیس ناحیه فیض‌آباد در این سمت به تصویب رسید و در 9 جماعت شهرک و دهات ناحیه فیض‌آباد کمیسی‌ها تأسیس داده شدند و در هیئت کمیسی‌هایی که بغیر از مسئولین جماعت شهرک 5 نفر از حساب مقامات اجرایی محلی حکومت ناحیه موظف کردند که این تحفه سزاوار پیشوای معظم ملت رو به هر یک خواجگی برده به هر یک عائله رسانند. هرچند در شبکه‌های اجتماعی برخی کاربران نشر و تقسیم شاهنامه از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان را یک کار تبلیغاتی و به منفعت خود نامیده‌اند، باشندگان ناحیه فیض‌آباد از این اقدام استقبال می‌کنند. شاهنامه بی‌زوال فردوسی که یکی از شاهکاری‌های ادبیات جهان است، نقش بزرگی در خودشناسی و تشکل هویت ملی ما دارد. این کار امکان می‌دهد که همه مردم با این اثر هویت ساز دسترسی پیدا کند و از گذشته پرافتخار خود باخبر شود. این نسخه بر پایه نشر شاهنامه با حروف سیریلیک در زمان شوروی تهیه شده، پیش از چاپ در چند دانشگاه تاجیکستان و اکادمی علوم بر اساس نسخه ها و نشرهای معتبر شاهنامه تکمیل دیده است. ادبیات شناس مبشر اکبرزاد، یکی از مسئولان تهیه کتاب، آن را مکمل ترین و دقیق ترین نسخه شاهنامه در جهان می داند. ما این کار را اول شروع کردیم در مقایسه با چاپی استاد خالقی مطلق، آخرین چاپی خالقی مطلق انجام دهیم و یک جلد از روی همین کار رفتیم، از روی همین چاپ، و بعداً به بعضی سبب ها، بعضی عامل ها برگشتیم به چاپ ژولمول، چون چاپ ژولمول و چاپ مسکو که سالهای 60 صورت گرفته بود نسبتاً کامل تر است نسبت به چاپ استاد خالقی مطلق. بعضی بیت ها در اون چاپ ها هست، در چاپی استاد خالقی نمیدونم به چه سبب فروگذار شده بود، به سبب آن که متن کامل باید به جامعه پیشنهاد میشد، ما راه آوردیم به چاپ ژولمول و چاپ مسکو. با چنین شیوه نشر و تقسیم شدن شاهنامه در تاجیکستان، استقبال گرمی در میان فارس‌زبانان از جمله ساکنان ایران و افغانستان داشت. اما شفیعی کدکنی، شاعر و دانشمند معروف ایرانی، چاپ شاهنامه با حروف سیریلیک را در شبکه‌های اجتماعی کمک به گسترش زبان روسی در تاجیکستان دانست. این توسعه زبان و خط روسیه به بهانه این که ما می‌خواهیم فرهنگ ملی شما رو تقویت. ولی رحمت الله بیژنپور، فرهنگ شناس افغانستانی، بر این است که شاهنامه شاه اثر هویتی همه فارس‌زبان هاست و در هر جای نشر شود برای شناخت بیشتری گذشته میراثبران آن اثرگذار خواهد بود. اکنون نیز باور دارم که اقدام پسین جمهوری تاجیکستان که از هر جهت سزاوار تحسین است، به امو جهت یا به امو اندازه وسعت داره در آینده سازی ما، در هویت ما، در باورسازی ما و در معرفی و شناخت مردم از شاهنامه و شناخت شاهنامه از مردم. در حقیقت فردوسی تمام عمر ضایع کرد برای اینکه شاهنامه را به وجود بیاره. شاهنامه تمام تاریخ بلعیده تا اینکه ما را حفظ کنه. ما شاهنامه را حفظ خواهیم کرد. در پی نشر این اثر قرار است که در تاجیکستان آزمون سرتاسری شاهنامه خوانی راه اندازی شود که آن را مقامداران یک نقش برای گسترش خودشناسی و هویت ملی مردم تاجیکستان می‌دانند. اما در شبکه‌های اجتماعی این عقیده نیز بیان می شود که با کاهش سطح فرهنگ و افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی، میل مردم به کتابخوانی
خیلی کم شده است و بدون بهبود بنیاد زندگی آدمان آنها را مجبوراً کتاب خوان کردن مشکل است. مخالفان این عقیده میگویند با وجود این تقسیم رایگان کتاب تا جایی به اصلاح وضع کمک کرده و خواهد کرد. از این پیشتر کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов نیز با چنین شیوه نشر و پهن شده بود. حالا معلوم نیست کتاب نوبتی میلیون نسخه‌ای برای تقسیم رایگان کدام خواهد بود.